من این به متخصص نیستیم. نه سالاد میکنن. این یگان جایی چی نداره. میخرم. شما باور نکردید. طعم عجایب داره. با این گروه زنان در ولایت ختلان راه‌های به دست آوردن پول از حساب فروش لیف را می آموزانند. رستنی کدوشکلی که مردم در تاجیکستان از قدیم برای شستن بدن و هم ظرف‌های گوناگون به کار می بردند. این محصولات خاص طبیعی از جهت اکولوژی تازه بوده. یگان عنصرهای شیمیایی ندارد. وقتی که با ارگانیسم انسان چی میشود استفاده میبریم، ارگانیسم انسان به یگان نمود چی ضرر نمیرساند، یگان به الرژی به آورده نمیرساند، چون که محصولات تازه طبیعی است. برای پرورش این رستنی زمینی وسیع در کار نیست. کشتی آن در نزد دیوار و یا سیمتوری نزد حوله کافی است که در آن چسبیده و حاصل زیاد بدهد. با آمدن به قول مردم مچلکه، پرورش لیف و استفاده آن در تاجیکستان تقریبا از بین رفت. شما وقتی که حاصل بسیار میگیرید در دک کنید تیزتر میشد خوراکتون. که обязательно بالاش با بوری کالون وای کردن در کار خیلی کرده پستش میگیریم. در اینجا در ناحیه وخش هفته گذشته 30 زنی را از ناحیه‌های گوناگون ولایت ختلان جمع آوردند و نشان دادند که چگونه میتوان از حساب کشت لیف زندگیشان را بهتر کنند. به گفته متخصصان از 20 نهال لیف 800 دستمال بدنشویی به دست می آید. یک دستمال بدنشویی را تا 40 سامانی می فروشند. میوه‌گل عظیم و ساکن ناحیه وخش تا کنون فایده کشت لیف را دیده است. می دوزیم در بازارای و فروش میبریم. 5 سامانی میخره نمیرولی. تنشوی کودکان برای تنشوی بنیا این چیزا هست ای در کره. اینا دیگه طبق کوسه شویدم در کره. نمایندگان سازمان‌های جمعیتی میگن محصولات طبیعی به مثل لیف نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم خریدار پیدا میکند، چون تقاضا به تولیدات بی مواد کیمیاوی می افزاید. هدف از جلب بانوان به پرورش لیف در ولایت ختلان مساعدت به کاهش بیکاری به خصوص در بین زنان است. در ولایت ده ها هزار زن جای کار ندارند و دستنگری همسر و یا فرزندان مهاجرشان هستند. با استفاده از